اما سوال 18 این است که سه مسئله ای که دانستن آن و عمل کردن بر آن واجب است کدام هایند؟ سه مسئله ای که دانستن آن و عمل کردن بر آن واجب است کدام هایند؟ جواب: اولا الله ما را آفرید و بر ما روزی داد و ما را بیهوده و بیفایده نه آفرید و این گونه ما را رها نکرد، بلکه برای نیکو شدن ما رسولان فرستانید. هر کسی که از رسولان اطاعت کند به جنت وارد می شود، داخل می شود، و هر کسی که این رسولان نافرمانی کند به درستی که جایگاهش دوزخ قرار میگیرد. دوم، الله سبحانه و تعالی راضی نمیگردد که بر او یا که در عبادت او کسی چیزی را شریک قرار بدهی، نه فرشتگان، نه پیامبران، نه صالحان، نه کسی دیگری. و سوم، هر کسی که به پیامبر اطاعت کند از الله اطاعت کرده است. هر کسی که پیامبر را اطاعت کرد به درستی که الله را با توحید عبادت کرده است، اطاعت کرده است. پس هر کسی که الله را اطاعت کرد و پیامبر را فرمانبرداری کرد نباید با کافران دوستی کرد و از آنها کمک یاری و مدد طلب کرد بر ضد مسلمانان. به درستی هر کسی که به الله و پیامبرش دشمنی کند اگر از نزدیکترین انسان به سوی او باشد باید از او براءت بیزاری بجوید. بارک الله فیکم. این سه مسئله است که باید این مسئله ها دانسته شود. الله را آفریدگار، خالق، رازق، این که ما را بیهوده خلق نکرده است از برای هدف عظیم عبادت خودش. پس هر کس او را اطاعت کرد، فرمانبرداری کرد، داخل بهشت میشود. اگر هر کس نافرمانی کرد داخل دوزخ میشود. دوم، الله راضی نمیشود از هیچ بندگانی که بر او کسی چیزا شریک قرار میدهند. سوم، هر کسی که الله را با توحید یکتاپرستی اطاعت فرمانبرداری کرد و از پیامبر پیروی کرد برای او لازم میآید که با دشمنان الله دشمنی داشته باشد و با دوستان الله دوستی نماید.